افراط نکنید، سختگیری نکنید. چرا؟ امتهای قبل از شما میگه هلاک شده به وسیله افراطگرایی و سختگیری. پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد مسجد میشه، کسی میبینه بسیار به سختی عبادت میکنه. حتی روایت است که میگه یک ریسمان به ستون مسجد بسته کرده بود. پرسان میکنه چی کرد؟ این خاطر چی اینجا بسته کرد؟ یا رسول الله، به خاطر اینکه من بس که عبادت میکنم گاه وقت خواب بر من غلبه میکنه به زمین میافتم، ریسمانو میگردن میاندازم تا متوجه شم. پیامبر صلی الله علیه و سلم ناراحت میشه، چی کسی بر تو تحمیل کرده عبادت؟ الله ملول نمیشه، خسته نمیشه، تو ملول و خسته میشی. به اندازه توان عبادت کن. چند نفر صحابه پشت دروازه پیامبر صلی الله علیه و سلم میان از عبادت رسول الله پرسان میکنن. خب صحابه هستن، اونها بشر بودن، انسان بودن. وقتی که از وجه متعارض توضیح میدن برایشان، به نظر اینا اندک میآید. خب این که پیغمبر است، معصوم است، گناهی نداره، منان به قدر عبادت هم شاید لازم نیست. ولی ما و شما بیایم با هم تعهد کنیم که میگه عبادت زیاد کنیم. یکیش میگه من هرگز ازدواج نمیکنم، یعنی به نیت عبادت فکر میکنه که ازدواج مانع عبادت میشه. یکی دیگه میگه سیف من در طول عمرم دیگه روزه میگیرم، هیچ وقت روزه نمیخورم. دیگری میگه شبها تا صبح دیگه نمیخوابم، عبادت میکنم. قسم بر رب کعبه اگر این پیام پیامبر به این قرآن به شکلی که هست برای مردم گفته بشه با جان و دل میپذیره، همون جوان شرابی ما هم میپذیره، جوان چرسی ما هم میپذیره، چون در رگ و پوست و استخوان از دین جا داره. پیامبر میگه شما بودید که چنین و چنان، ولی رسول الله ما بودید. میگه گوش کن، من از همه شما به خدا نزدیکترم، شکم در این است. محبوب ترین، مقرب ترین بنده خدا در روی زمین رسول الله صلی الله علیه و میگه من از همه شما الله بهتر میشناسم، به خدا نزدیکترم. هم میخورم، هم روزه میگیرم، بعضی وقت روزه میگیرم، بعضی وقت افطار، هم شب میخوابم، هم عبادت، و هم ازدواج کردم. و الله به نص سری قرآن میگه که برای پیامبر صلی الله علیه و آله که انبیاء قبل از تو هم ازدواج کردن، تشکیل خانواده دادن. بنابراین یعنی چی؟ یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله اینا منع میکنه از عبادت تندروانه و زیاد. میگه حق نداری، و شما چشم شما حق داره، گوش شما حق داره، اعضای بدن شما حق داره، همسر شما حق داره، حق هر کسی رو ادا بکن. ما گاه وقتی آدرس عبادت اشتباه میرویم، تعبیرها برعکس به ما داده میشه و سیگنال داده میشه و بعد اینا رخصت میکنه رسول الله. یعنی چی؟ یعنی فاتقوا الله ما استطعتم لا یکلف الله نفسا الا وسعها. در هر بابی علی الموسع قدر و علی المقتر قدر، اینا همه آیات قرآن است. به اندازه توانتان